لیدیز اند جنتلمن، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به بلک باکس. من بنده بلاکر هستم و امروز اومدم با یه بازی خیلی خفن قدیمی که خیلیاتون شاید باهاش خاطره داشته باشین، اما با یه تفاوتی. امروز میخواد یه دهه 80 با یه دهه 60 بازی کنه. به نظرتون کی برنده میشه؟ اینو بشینین با خانواده بازی کنین، شرطی بازی کنین. حتی من دیدم تعداد مراحل خیلی بیشتر از اینم وجود داره. از انجام این بازی تو خونه به شدت لذت میبری. ببین مامان که هنوز اینجا نیست ولی میخوام پوزشو به خاک بمال. فکر کرده بازی‌های قدیمی با جدید خیلی فرق داره. فکر نمی‌کنم. من که به نظرم فرق داره. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنین که اینم 6 امتیاز. برو بریم. خوبه. سنگ‌های اولیه هست بیکاره و سنگ‌های خود بازی. آره. شروع کردم به این بازی که شد بعدها اسمش یه قول دو. اول ما 5 تا سنگ داریم. اینجا 5 تا سنگ که باید سعی کنیم این 5 تا سنگ رو به گونه‌ای بچینیم که اینجوری بشه. الان 4 تا شد. اگه اینطوری بگیری همین 4 تا هست. خب ولی این 4 تا اگه اینطوری بگیری که البته از الان مشخصه ده 80 قراره برنده شه و ده 60 یک باخته خیلی عظیمی داشت. عزیزم کل نیا با ما مشکل نداره. آقا ده 60 ها کامنت کنن، ده 80 هم کامنت کنن ببینیم کی قوی تره. ما کاملا الان در میابیم بازی رو. برو بریم. خب برداشتن سنگ دستتون بخوره به این دیتتون بخوره باختیم. یه دفعه یک دونه برمی‌داریم. دفعه دوم خیلی سخت شد چون که نزدیک به هم سعی کنیم سنگا رو نزدیک به هم نندازیم. تا اینجا امتیازی نمیگیری. این میشه امتیاز. این 8 تا امتیاز من پس اینجوری بگیری دو برابره. بنداز اینجوری بگیری معقول بگیری همون تعداد سنگا رو امتیاز میگیری. یه باره سنگ کاغذ قش. خب من خواستم شما برید از اول و بعد یه سال میخوای بدم شما بازی کنی؟ نه من برو مامان جان. بسم الله. اچه 2 تاش افتاد. وای 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 ای بابا. 7 3 و 3 6 7. خب مگه ادامهش نباید بازی کنی الان؟ نه شما بفهم. خواهش میکنم. اصلا راحت. میخوای شما 4 دست برو بعد من شروع کنم. برو آقا برو اینقدر نیا برو. الان من چند شدم؟ من 0م ها؟ یه لحظه وایسین. الان چند شدی؟ الان هنوزم همون امتیاز 7ی. من این باید تمومش کنی. اون امتیاز فقط شروع کننده. اولی یک سنگ به یک سنگ. بله. یک سنگ به 2 سنگ، یک سنگ به 3 سنگ و تا 5. اوکی برو. خب الان دور شد. خوبه. من اصلا حواسم نیست کخ بریزم. ای بابا این چیزا تاثیر. ای بابا الله اکبر. ببین چیکار میکنه. خدا ماچشم میده و ماچ به زمین. خوبه. یا الله. چند شد؟ 17. همینجوری باز شما نگاه کن فقط. شما تماشاگری. کاش اول من گفتم که بیا 3-4 دست تو بازی کن. الله اکبر. بابا زنگو ول کن. اون دستش گرم شده. اوکی. شما شمارش داری دیگه؟ نه خیر. خلاصه مامان جان تا همینجا گفتم لذت بازی رو ببری. بیشتر از این دیگه چی؟ اتمام بازی. 2. چی 2؟ یک دونه یه دونه 2. اینجوری دیگه. آتیشی گرفتی؟ اسم این کار آتیشیه. اگه تکون بخوره باختی. تکون بخوره. 7. نه 7 نه 4. آتیشی نگرفتی. این چی بود نه ساده گرفتی. آتیشی باید اینجوری بگیری. حواسم نبود. 13 و 7 20. 20 48. اوکی. الان دیگه. بچه‌ها بلاکر
کامنت بشه. تو دستتو اینجا زدی به سنگ، من دیدم تو ویدیو فیلمش در میاد. وای بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی خوش گذشت خانم زلاتی و یا خانم، دست شما خیلی درد نکنه. عزیزم واقعا خوش گذشت. عزیزم بفرمایید. با دهه 50 یا کل نندازی. 50 این چیه؟ دیوار کوتاه باید بندازی این ور. اوه دستت به سنگ بخورت نداره؟ نه بعد اینا رو باید جمع کنی. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدیم. خیلی دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مامانان هم زیر این ویدیو کامنت کنید که حتما این ویدیو رو ببینن. دوستتون دارم. خیلی زیاد مواظب خودتون خیلی باشید. See you later again.